خب دوستان سلام. راجع به یه قضیه خیلی مهم میخوام صحبت کنم. یک ترفندیه که من خودم به شخصه تقریبا 1 سال خورده ای میشه که دارم انجامش میدم و خیلی ازش نتیجه گرفتم. ببینید، اکثر ما روز که بیدار میشیم یه کارهای انجام میدیم به محض بیدار شدن و کل روز انگاری فقط یه تایم خیلی کوچیکی از روز ما انرژی داریم. بقیه روز انگار یه جایی انرژی ما داره، انگار انرژی ما نشتی داره، انگار این انرژی ما داره یه جایی مصرف میشه بدون اینکه خودمون بدونیم که چه اتفاقی داره میفته. کارهایی رو مثلا شما دوست داری که مثلا فرض میگیریم قند نخوری، دوست داری که سیگار نکشی، دوست داری که آدم جدیدی باشی امروز، ولی نمیتونیم. انگار روز از دست ما در میره. اون 24 ساعت شبانه روز، حالا بخشیش که خواب هستیم، اون 16 17 ساعتی که 15 ساعتی که بیداریم، انگاری از دست ما در میره، لیز میخوره. دوباره یه کارایی رو انجام میدیم که ناخودآگاه، آگاهانه نیست، خودآگاه نیست. یه نفری ممکنه اعتیاد باشه، یه نفری ممکنه رفتار ناسالمی باشه، یه نفری ممکنه گشتن زیاد در شبکه‌های مجازی باشه. هممون یه عاداتی داریم که ناخودآگاه انگار داره صورت میگیره و ما همیشه با اینا در جنگ پنهانی هستیم که کسی هم نمیدونه، ولی هر روز داریم به خودمون میبازیم. حالا یه راهکار خیلی قدرتمندی هست که میخوام راجع بهش صحبت کنم و خیلی کمک میکنه به شما که این قضیه رو اصلاح کنید و به اصطلاح روزتون رو در دست بگیرید. اگر بار اولی که این ویدیو رو میبینید، من رضا هستم و توی این کانال که ما یه مجموعه‌ای هستیم راجع به بحث‌های انسان شناختی صحبت میکنیم، راجع به آگاهی انسان صحبت میکنیم، راجع به مدیتیشن صحبت میکنیم و یک موضوعاتی که باعث میشه که ذهنمون رو خودمون کنترل کنیم و در کنترل ذهن نباشیم. پس خوشحال میشم اگر این ویدیو رو دارید میبینید تا آخر ببینید و حتما گزینه سابسکرایب رو بزنید و به مجموعه ما بپیوندید. به دوستان خوبی مثل شما نیاز داریم. ببینید دوستان، یه پارت خیلی مهمی در طی روز هست، یه قسمت خیلی مهمی در طی روز هست که این قسمتی که شاید به ظاهر ساده بیاد، ولی رضایت داشتن از زندگی همین چیزای کوچیکیه که ما نمیدونیم. موفقیت همین چیزای کوچیکیه که ما خیلی نادیدش میگیریم. یک قسمت کوچیکی در کل دیلی لایف ما، روز ما هست، روزمرگی ما هست که ازش ناآگاهیم و بیخبریم که کل یعنی بخش عمده‌ای از پتانسیل ما در طی روز رو اون یک قسمت کوچیک معین میکنه و خیلی اون یک قسمت کوچیک در زندگی ما پر انرژی هستیم و مغز ما آماده است که اونجا یه سری دیتایی رو دریافت کنه و بر اساسش روز ما رو بسازه. کسایی که کامپیوتر خوندن یا درسش رو خوندن، یه مسئله خیلی ساده هست، میگه که کامپیوتر یه ورودی داره، یه پردازش داره، یه ورودی داره، یه پردازش داره، یه خروجی داره. خب یه ورودی ما بهش میدیم، مثلا دکمه پی رو میزنیم، پردازش میکنه و دکمه پی رو به ما نشون میده. مغز انسان دقیقاً رفتاری بدین شکل دارد، یا بهتره بگیم کامپیوتر رفتاری شبیه به مغز انسان دارد. ما دیگه کامپیوتر رو شبیه مغز انسان ساختیم دیگه، اینا همه یک کپی هستن از مغز انسان. پس مغز ما یه ورودی دریافت میکنه، ممکنه هر چیزی باشه، دیداری باشه، شنیداری باشه، حسی باشه، هر چیزی. یعنی من به شما میگم آقای ایکس، شما اینو میشنوی، پردازش میکنه مغز و بر اساس اون یک جواب میده، یه واکنشی نشون میده. خب کنش، پردازش و واکنش.
بیشترین تایمی که، بیشترین زمانی که مغز روی ورودی ها حساسه و خیلی سریعتر واکنش نشون میده، بیشترین زمانی که خیلی پردازشش با کیفیته، به اصطلاح مغز شارپه، تیزه، 1 ساعت بعد از بیداری شماست. 1 ساعت بعد از بیداری شما عامل تعیین کننده اینه که شما این پتانسیل رو داری که به خواسته‌هات برسی، به ایده‌هات برسی، یا اصلا رضایت داشته باشی در طی روز یا نه. اون 1 ساعت بعد از بیداری که 99.9% انسان‌ها 1 ساعت بعد از بیداریشون کاملا ناآگاهانه و اتوماتیکوار و ماشینوار یک سری کارها رو انجام میدن که پردازش بسیار ضعیفی به مغز میدن. مغز پردازش بسیار ضعیفی روی عواملی که اصلا ربطی به اون ندارند، یعنی ورودی انسان ناآگاهانه و به صورت کم اهمیت می باشد. در نتیجه مغز پتانسیل پردازشش رو توی اعمال بی اهمیت و کم ارزشی هدر می‌دهد و خروجی ما در طی روز بسیار ضعیف. یعنی چی؟ یعنی این که فکر کن توی کامپیوتر داری مدام باش نقاشی میکشی. دیدی یه قسمتی داره باش نقاشی. یه کامپیوتری داری فقط از طریق این دوربینش باهاش عکس میگیری. کامپیوتری که میتونه محاسبات بزرگی برای شما انجام بده، میتونه اپلیکیشن ها رو بسیار بزرگی رو براتون هندل کنه، میتونه خیلی کار براتون انجام بده. فکر کن این کار دقیقاً ما با زندگی ما همین کار میکنیم. 1 ساعت بعد از بیداری مغز استراحت کرده، بدن ریکاوری شده، آماده است برای دادن ورودی های بسیار خوب، ورودی هایی که روی زندگی تو تأثیر میذارن. بعد شما چی کار میکنی؟ میری با بمبارون خبری، شبکه‌های سیاسی چرت و پرت، کانال‌های سیاسی مسخره، محتوای بی ارزش اینستاگرام یا اسکرول کردن بیفایده توی شبکه‌های مجازی، بمبارونش میکنی با ورودی‌های بد، اونم پردازش میکنه. شما میری اول صبح یه متنی رو میخونی که پر از کلمات منفیه، بارای منفی داره، اون پردازش بسیار بدی رو انجام میده و خروجیش در طی روز برای شما کل روز شما بی انرژی هستی. وقتی شما اول صبح میری خبر میخونی، هر خبری که منفی ان اکثرا، این خبر باعث میشه که مغز پردازش کنه که الان در یک حالت جنگی قرار داره خودش. مثلا مغز فکر نمیکنه که الان این خبری که خوند که قراره مثلا 6 ماه دیگه تو کشوری به اسم X یک اتفاقی بیفته، فکر نمیکنه که این خبر اونجوری نمیره. فکر میکنه الان یه خرسی چیزی دنبالش کرده، بدنو میبره تو حالت استرس و کل روز شما استرس داری و اصلا بیحالی، بی رمقی، بی انرژی هستی، حتی نمیتونی قدم از قدم برداری. راهکار چیه؟ راهکار اینه دوستان عزیز، 1 ساعت بعد از بیداری رو شوخی نگیرید. شب قبلش یه سری کارا رو بنویسید برای خودتون. چه میدونم میخوای یه زبان یاد بگیری، میخوای 2 تا شنا بری، 2 لیوان آب بخور، یه کاری که آگاهانه باشه. خودت این دستور رو به مغز بده که من دارم ورودی میدم به مغز، من دارم ورودی خوب میدم به مغز، من دارم بهت ورودی میدم و ازت پردازش میخوام و خروجی میخوام با کیفیت. باعث میشه خودت فرمان روای سرزمین خودت چی، خودت فرمان روای زندگی خودت چی. اوکی؟ ناآگاهانه رفتاری رو انجام نمیدی دیگه، چون اون 1 ساعتی که تعیین کننده اینه که شما در طی روز چه احساسی داشته باشی رو دیگه ناآگاهانه خرج نکردی تو جاهایی که هیچ اهمیتی در زندگی تو ندارن. راهکارم اینه که
در ساعت ابتدای روز کارهای هرچند کوچک ولی آگاهانه انجام بدیم و ورودی های مثبت و خوبی رو و مناسبی رو به مغز بدیم تا پردازش صحیحی از دنیای پیرامون داشته باشه و خروجی مناسبی به ما بده. شما وقتی صبح پا میشی یه ورودی بد بهش میدی، این باور میکنه اون ورودی بد رو پردازش میکنه که شما در یک دنیای بد هستید و در نتیجه شما میبینید تا سالیان دراز تو دنیای گیر و گرفتار شدی که اصلا نمیخواستی. چرا؟ چون ورودی اطلاعاتی بسیار ضعیفی داشتی در طی یک ساعت اول روز، ورودی اطلاعاتی بسیار ناآگاهانه‌ای داشتی در یک ساعت ابتدای روز، در نتیجه پردازش بسیار بد و خروجی بدتر از اون. اگر میخوای روز خوبی داشته باشی باید یک ساعت اول خودت برای خودت برنامه ریزی کنی، نباید همینجوری تا چشات باز شد بری سر بکنی تو شبکه‌های مجازی به گشت و گذارهای بی هدف. من اگه بخوام نمره بدم به شخصی که پتانسیل این رو داره که به زندگی ایدئالش برسه یا نه، میگم که در یک ساعت ابتدای روز این شخص چه کارهایی انجام میده، آیا آگاهانه کاری رو انجام میده یا نه. وقتی چشات رو باز میکنی و هر ورودی که از دنیای بیرون بیاد رو میریزی توی مغزت، شما پتانسیل این رو نداری که به ایدئال‌هات برسی. وقتی چشات رو باز کردی و آگاهانه برای خودت تصمیم گرفتی، قطعاً من بهت تبریک میگم و شما این پتانسیل رو داری که به خواسته هات فکر کنی و بهشون برسی. خیلی این قضیه مهمه، دست کم نگیرید این رو. اول صبح که پا میشی یه سری هدفهای خوب برای خودت بچین، یه زبانی بخون، یه ورزشی بکن، یه پیاده روی بکن، 2 لیوان آب بخور. اینا هیچ هزینه‌ای از شما نمیگیره. ولی دیدن برنامه‌های مخرب، دیدن خوندن مقالات عجیب غریب بی اهمیت منفی، بار منفی به مغز شما میده و در نهایت شما زندگی خواهی داشت که جالب نیست. چون مغز باور میکنه، این تلقین بهش شده که توی جنگه، این تلقین بهش شده که دنیا جای خوبی نیست، این هر روز داره این تلقین رو بهش میکنه. یه 2 تا تلقین بکن، یه 2 تا کار انجام بده که مثبت باشه، یه 2 تا کار انجام بده که آگاهانه باشه. اون پارت ابتدایی صبح که تعیین کننده است که شما زندگیت رو قراره در طی روز به کجا هدایت کنی. خیلی باید مواظب این قضیه بود. پس در نهایت گفتیم که کامپیوتر ورودی داره، پردازش داره و خروجی. مغز انسان دقیقاً رفتاری بدین شکل دارد، یا بهتر است بگیم که کامپیوتر رفتاری شبیه به مغز انسان دارد. ورودی انسان ناآگاهانه به صورت کم اهمیت میباشد، در نتیجه مغز پتانسیل پردازشش رو روی اعمال بی اهمیت و کم ارزش هدر میدهد و خروجی ما در طی روز بسیار ضعیفه. راهکارم اینه که در ساعات ابتدای روز کارهای هرچند کوچک ولی آگاهانه انجام بدیم و ورودی‌های مثبت و مناسبی به مغز بدیم تا پردازش صحیح از دنیا پیرامون داشته باشه. شاید باورتون نشه ولی اگه 20 روز 30 روز این کار رو انجام بدید به یک شخص دیگری تبدیل میشید. واقعا به شخص دیگری تبدیل میشید و آگاهانه میتونی واقعا قدم‌هایی برداری که زندگیت رو میسازه. خیلی جالبه. همین یه رفتار کوچیک باعث میشه که شما بلند مدت از یک شخص ناتوان بدون اعتماد به نفس تبدیل میشه به شخصی که پتانسیل ساختن زندگیش رو جوری که میخواد داره. جالب نیست؟ خب دوستان، سر بزنید به کانال و ما رو دنبال کنید تا ویدیوی دیگه. بدرود.